قمری سبحانقلووا بار دوم است که با امید دریافت اسمش در رویخط مهاجران افشرده به خدمات مهاجرت تاجیکستان می آید. اما این بار هم او را خبری خوش انتظار نبود. اسمش هنوز از فهرست رانده شده ها بیرون نشده است. 4 ماه پیش آمدم، заявление نوشتم که خیلی تفتیش کنم، روسیه اگر رحم شده شود روم. قمری سبحانقلووا سال 2007 با نیت به پا راست ماندن 2 فرزند و بالاخره خلاص شدن از اجاره نشینی مثل صدها مهاجر دیگر تاجیک راه روسیه را پیش گرفت. او به هدف رسید و حالا صاحب یک منزل خاکسارانه در دوشنبه است. فرزندانش را هم خانه‌دار کرد. قمری سبحانقلووا در آشپزخانه در مسکو تمیزکاری و طبقشویی میکرد. جای خوابش هم جای کارش بود. یک سال قیم بود. 300 روبل میداد یک روزشته. 16 ساعت 18 ساعت کار میکردیم. اونجا کسل شده آمدم، پوچم در کرد. مثل خاله قمری هر هفته به خدمات مهاجرت نزد وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان بیش از 500 زن مراجعت میکنند. مسلمه مومینووا نماینده خدمات مهاجرت میگوید که تا 1 یا 2 سال پیش اسم زنان در رویخط رانده شده ها کمتر بود، اما طی 1 سال اخیر تعداد زنها نیز در این رویخط رانده شده ها بیشتر شده است. بسیارتر زنهای تنها، دویمشان که زنهایی که شوهرشون در فدراسیون روسیه استقامت میکنن یا اینکه در مهاجرت مهنتی هستند. رفت شدیم مجبوریم برای که شرایطم وضبین، گفتم که خانه ندارم، خوراندن در کار، پوشاندن در کار. تحلیلگران میگویند زنان از قشر آسیب پذیر مهاجران تاجیکند. آنها مورد تبعیض و زورآوری قرار میگیرند. اما ادیبه عزیز، شاعره جوان تاجیک که چند سال در مسکو کار و زندگی کرده است و یک کتاب شعرش هم به موضوع مهاجرت و زنان مهاجر تاجیک بخشیده شده است، میگوید زنان هم کم نیستند که در سختی های مهاجرت موفق شدند و مسکو برخلاف معطل معروف به اشکای آنها باور کرده است. اونها خانم های بسیار زحمتکش هستند، خانم های بسیار مبارز هستند. من باور هم دارم که هر خانمی که مهاجرت کرده است از این پس میتواند در وطن خودش هوشیارتر باشد. ولی در شعرهای در مهاجرت ایجاد کرده خود، ادیبه بیشتر از سرنوشت‌های شکسته زنان مهاجر تاجیک قصه کرده است که در شهر بزرگ مثل مسکو خود را گم کردند. مگو دیگر خیابان‌های مسکو خاطر افروزند و شبها روشن از روزند. غریبی کوی بدنامی است، اینجا داستان عمر صدها زن که در این شهر بدنامی است. هزاران مرد راه و مرد بیراه ورا چون دفتر بیکاره می سوزند. وطنداران به سوی سیل مرغان مهاجر به قصد صید به نفرت دیده می دوزند.